با سلام و درود خدمت حضار گرامی، استادان ارجمند و اینکه در حال در این هوای گرم و شرجی لطف کردین تشریف آوردین. ما به همین مناسبت نخواستیم اعلان عمومی کنیم و به علت اینکه استاد شفیع کدکنی لطف کردن به این مراسم آمدن، برای ما فرصت مغتنمی بود که این نخستین سالگرد استاد سایه رو با صحبت‌های استاد شروع کنیم. خواهش میکنم جناب استاد تشریف بیارن، خانم یلدان تشریف بیارن. رو به جمعیت هر جا که یلدا کجا باشی تو بیا کنار من. سلام به همه حاضران محترم، خانم ها و آقایان، کسانی که اغلبشون از راه های دور به عشق فرهنگ ملی ما و به احترام یکی از نمایندگان برجسته این فرهنگ اینجا حاضر شدند. سایه نیاز به معرفی امثال من ندارد. او یکی از نمایندگان برجسته شعر فارسی در طول قرون و اعصار بوده و اگر حمله بر اغراق نکنید بعد از حافظ غزل سرایی به اعتبار و اهمیت او به زحمت میتوان در تاریخ شعر فارسی پیدا کرد و اگر هم پیدا شود از منظر اختلاف سلیقه ها، اما همه سلیقه های پخته و ورزیده اعتقاد دارند که غزل سایه در این 600-700 سال جایگاه بسیار ممتازی در فرهنگ ملی ما و در زبان فارسی داشته است و دارد و خواهد داشت.